اگر او مردکی بود که مشرکین از او مشوره میخواستن که در مقابل پیغمبر کدام القاب استعمال بکنه که مردم فریب بخوره. او طور آدم بود، اما در اینجا اعتراف میکنه چرا که حقیقت است. والله ان له لحلاوه، یقینا قسم به الله برای این کلام یک نوع شیرینی است. و ان علیه لطلاوه، یقینا بالای از یک نوع چی است؟ زیبایی و چی دیده میشه، قشنگی دیده میشه. و ان اصله لمورق، یقینا ریشه از این حتما برگ شاخ کشیدنی است، یعنی حتما ریشه میگیره طور همونطور باقی نمیمانه. و اعلاه لمثمر، بالایش میوه‌دار است. و ما هو بقول بشر، این قول انسان نیست. ایره ولید ابن مغیره سرسخترین دشمن اسلام اعتراف میکنه و میگه قرآن یقینا کتاب جامع است. یک آیت از ایره سوره والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت مطلب و مقصد شیره میبینی یقینا که مکمل تعلیمات اسلام جمع کرده با کوتاه‌ترین این آیت هم قسم است. کل تعلیمات اسلام اگر در بخش عقیده است، در عمل است، در اخلاق است، مکمل جمع کرده. چه رقم جمع کرده؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه توصیه میکرد که آیت بخوانی. این آیت جامع ترین آیت قرآن کریم است که تمام احکام ایجابی و سلبی در اینجا ذکر شده، مامورات و منهیات در این اشاره شده. الله امر به عدل میکنه. عدل چی را میگه؟ یک شیء در جای مناسبش گذاشتن، این را به نام عدالت یاد میکنه. پس معلوم شد که هر انسان خط مستقیم وقتی میپیمه که استوار به عدالت باشه. در هر معامله به عدالت استوار باشی، در بخش عقیده، در بخش عمل، در بخش اخلاق. او عدالت این را میگه هر چیز یا هر کس مطابق اهلیتش حقش سپردن که در او تفریط و افراط نباشه. این را به نام عدالت یاد میکنه. برنامه اسلام مکمل استوار به عدالت است، از عقیده گرفته تا اخلاق کلش استوار به عدالت است و نظام اسلام استوار به عدالت است. در هیچ نوع افراط تفریط دیده نمیشه. پس معلوم شد که انسان راه مستقیم از زمان میپیماید که او به عدالت استوار باشه، در مقابل نفس خود کشش نداشته باشه، مادیات خود، شخصیت خود پیش نکنه، بلکه در همه جا مطابق انصاف فیصله بکنه، حق بگویه و باطل بگویه. این طوری گپ بسیار کم مردم است که یقینا در تمام عمر لازم بگیره، التزامش بکنه. ما میبینیم یک تعداد دوستای خیلی متدین میباشه، میبینی که از یک رهگذر بسیار افراط کرده، دیگه جایی میبینی که تفرید کرده، حتما در یک ورطه هلاک میشه، خطا میشه. ما بطور هستیم و خودی ما اعتراف به نقصان خود میکنیم که استوار به عدالت باقی مانده نمیتونیم. الله متعال برای ما معافی بکنه و عدالت نصیب ما بکنه که ما یقینا در قول و در عمل و در اخلاق خود از عدالت کار بگیریم. این مسئله عدالت این به کل عقیده و عمل ما شامل میشه. آلی تنها عدالت کفایت میکنه؟ نه، ضرورت به احسان هم است. احسان، عدالت عملی کردن فرایض است، احسان عملی کردن نوافل است. عدالت تنها برابری کردن است در یک امر، احسان زیاده چیسته خوبی کردن به امرای کسی است. از همون خاطر است احسان تقاضای زیر میکنه که حالات مردم در خطر ببینی، باز دیگه از مسئولیت خود اضافه محنت بکنی، اضافه زحمت بکنی. اینی را به نام احسان یاد میکنه. یا احسان که در حدیث جبریل همین آمده که هر عمل خالص برای الله انجام دادن، لحاظ کسی را در انجام عملت نکنی. اگر با کسی دوستی میکنی به خاطر الله، کسی را قدر احترام میکنی به خاطر الله، بر امرای کسی کمک و دستپیشی میکنی به خاطر الله، همه چیزی استوار به خاطر الله باشه. این را اخلاص و احسان گفته میشه. یعنی عمل طور انجام بده که الله تو را میبینه. اگر تو الله را میبینی، اگر تو الله را نمیبینی، الله خود تو را میبینه. پس در اینجا یک معنای احسان است که تو زیاد از اصل مسئولیتت زیاد چی بکنی، محنت بکنی، زیاد کوشش بکنی. حالت ناگوار امروزی ملت ما امیر رقم است. وقتی ما میبینیم از نگاه عقیده در کدام مستوی قرار داره، بر علاوه ادای مسئولیت خود، مسئولیت ما اینی قدر است که وسع توان ما کدام وقتی که داریم امور مصرف کنیم در راه دعوت خود به اندازه توان خود. اما احسان تقاضای زیر میکنه که خیلی زیاد محنت بکشیم، از اصل مسئولیت خود یک کمی پا فراتر بگذاریم. اگر در مقابل خیلی سختی ها را متحمل میشیم، خیلی زشتگویی ها را میشنویم، بعد تحمل بکنیم به خاطر چی؟ دلسوزی مردم. اینی را مرتبه احسان میگه.
وگرنه اگر کسی تو را یک دفعه دعوت دادیده و دشنام کرد تو باز یلا کوشه، باز دنبالش نگرد. چرا مسئولیت خود ادا کردی؟ این ادای مسئولیت است. اما تو بار بار راه دیگه ممکنه را تلاش میکنی که من این آدم چی قسم قناعت بدم، با دوستش یک جا میشی، او را بگی که اینی آدم دعوت کو که بشینیم مجلس کنیم و گپا را بزنیم تا که راه هدایت پیدا بکنه. اینی را مردم احسان میگه. الله متعال چیستا امر میکنه به عدلم به احسانم، هم برابری بکو، هم از ادای مسئولیت زیاده تر کوشش کو، محنت بکو. اینی امتیاز یک انسان دعوتگر است که بر علاوه ادای مسئولیت یک چیزی محنت اضافه را سری خود می قبولانه. به خاطر کی؟ الله متعال. به خاطر دلسوزی بالای مردم که مردمش نعوذ بالله در عقیده غلط باقی نمانه. و ایتای ذی القربا، دوم برنامه چی است؟ الله امر کرده که به ذوی القربا، یعنی به کسایی که رشته داری بده برش. مراد در اینجا دادن چیست؟ مسائل مادی خوراک است که وا ضرورت به خوراک داره، تو اول لحاظ از یارا بکو برای از یار بپردازی، و چیزی که نیازمند و ضرورت دیگر چیز است او را برش آماده بساز. در یکی از مجالس یکی از جمله دوستا الله بصیرتش دیگه اضافه بکنه، قومی خود طلب کرده بود در ترجمه قرآن کریم در مجلس شان، اول از پیششان سوال کرد از امیق اقارب خود، او را به خاطر طلب کرده بود که ما التزام کردیم که بعد درس قرآن برای کل اقارب ما شوه با شمول خود ما. به خاطر چرا شوه؟ دلیلش برش ارائه میکرد برای امی قومی خود. گفت شما چی فکر میکنه اگر یکی از امی اقارب، بچه کاکا، بچه ماما، بچه خاله، بچه عمه، کلگی ما یک خاندان هستیم، اگر یک نفری ما مریض میشه و بیرود در شفاخانه، ما بلا ناغه هر کدام تلاش میکنیم که یک مرتبه پرسان اینمی مریضه برویم. به خاطر خاطرداری از او حتما چیزی میوه و ایگا پارم برش میبریم. اگر او ضرورت به خون پیدا میکنه هر کدام ما حاضر هستیم که خون برش بدیم. چرا؟ به خاطری که از امی مرض نجات پیدا بکنه، شفا پیدا بکنه. چقدر غمخوریش میکنیم. امی تو رس یا نه؟ کلگی گفتن بله هست. گفت چقدر؟ وقتی ما به خاطر مرض عادی، مرض جسمی که او قدر خطرناک هم نیست، انسان اگر مریض شفا پیدا نکنه خو میره در راه خودی مرض برای مومن یک دم کفاره گناه هست، یک دم سبب بالا بردن درجه است. اون خو باز میبره در جهان دیگه میره. اگر آدم نیک باشه، عقیده صحیح داشته باشه، از دیگه او جهان برش خیلی زیباتر است. اما چرا اگر ما در خاندان خود یک مریض عقیدوی داشته باشیم چرا علاجش نمیکنیم؟ جستجوی از این نمیکنیم که به یک دکتر ببریم که مریض جور شود. ما مریض هستیم از نگاه عقیده، یقینا ما خاندان مریض هستیم. میبینیم هر کدام ما از عقیده خود آگاهی داریم که چه رقم عقیده در مورد الله داریم، در مورد پیغمبر الله داریم. کل اقاربش یقینا دیگه جواب نداشتن که راستیان. گفتی تو فکر نکنی که ما نشان بدیم خدا نعوذ بالله، نه، به خاطر رضای الله و ادای مسئولیت چی اقربا داری که الله ما را امر کرده که صله رحمی بکنیم، به می خاطر ما شما را طلب کردیم که در درس قرآن بشیم. چقدر دلیل نیک است. ما به هر دوستی خود، به هر قریبی خود اینمی پیشنهاد کرده میتونیم. در پالوش نشسته میتونیم دعوت میکنیم که یک روز در ترجمه قرآن کریم ختمه بیا، برو لا اقل قرآن یک دفعه بشنو که قرآن چی میگه. ما به این خاطر آمدیم که غمخوری تو را دارم. وقتی ما برای شفای جسم تو کوشش میکنم، محنت میکنم، آیا برای شفای، برای خوب شدن زندگی ابدی تو که جنت است، برای ازو کوشش نکنم، برای ازو محنت نکنم؟ از او خاطر است که مومن باید امی مفکوره را در ذهن داشته باشه، تلاش بکنه. قرآن کریم میره میگه و ایتاء ذی القربا، دادن برای چیست؟ اقربای خود، کسایی که رشته دارت است. اول قبل از او را بکن، تلاش بکن. آن چیزی که او نیاز داره، قطعی تو امکانات وجود داره، دریغ نکن. الله متعال دیگه هم اضافه برات میده. با آدم بیگانه الله امر میکنه به قریب خوبی از قطعی تو شریک است، در حق در رشته شریک است. تو باید تلاش از را بکنی. سوم چیز و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، منع میکنه. او جوانب ایجابی بود. در اینجا الله منع میکنه از فحشا. فحشا او گناهی است که انسان سر شرمنده میشه، بی حیایی میکشه. که ما و شما اگرچه فحشا هر گناهی که از حد اضافه شده باشه، ولو تعلق به مسئله زنا و گپا داشته باشه یا غیر ازی داشته باشه، کلش فحشا گفته میشه. اما در عرف ما و شما فحشا
هر گناهی که تعلق به نعوذ بالله چی فحاشی و عیاشی باشه ولی خیلی آشکارا شده باشه او را فحشا میگیم. مثل که عالی ما و شما با چشم سر مشاهده میکنیم پرده تلویزیون با جز از فحشا دیگه چیز نیست. سینماها، تویا، کلی از یا اینترنت، تلویزیونا، کلش اینمی فحشا پر شده. الله متعال از این امر میکنه که از یا خودداری بکنیم، منع میکنه که از فحشا خود نگاه بکنیم. والمنکر، کارای زشت دیگه، ظلم، زیادت، دزدی، قمار، نعوذ بالله، کارای غلط، غیبت، دروغ، کلش منکر است. چرا؟ منکر امور میگه که عقل سلیم او را نمیپسنده، مردم از او نفرت داره. والبغیه، بغیه عبارت از تجاوز است، سری حق دیگرها شکم انداختن، حق دیگرها را برای خود به تزویر و به نعوذ بالله حیله بازی برای خود ثابت کردن، کل ازی به نام بغیات میشه. پس خلاصی سخن چی شد؟ الله متعال وقتی امر به عدل میکنه، عدالت تقاضای چی را میکنه؟ که ما چند وقت نماز الله را بخوانیم، چه قسم بخوانیم؟ عدالت چی تقاضا میکنه؟ عدالت از ما روزه را تقاضا میکنه و نمیکنه؟ این نعمتهای بزرگ الله را که ما استفاده میکنیم در مقابلش هیچ مسئولیت نداریم. عدالت تقاضای از این را میکنه که تو بعد یک بلست پایت از خط مستقیم و طرف نمونی. اگر او طرف ماندی عدالت مراعات نکرده، چرا که تو بنده مملوک الله متعال هستی. الله متعال همه راههای ممکنه را برای هدایت تو آسان ساخته و تو او را ترک میکنی، راه دیگر را میری و همین قسم از همه منهیات انسان بالکل منع میشه. الله بعد از او داخل میگه یعظکم، شما را نصیحت میکنه، یعنی منع میکنه شما را از اینکه مخالفت اوامر الله متعال از مناهی الله را بکنی. لعلکم تذکرون، به خاطر که شما نصیحت پذیر شوی، گوش بمانی، فکر بکنی که بلی کلش منفعت خودی ماست، نجات خودی ماست. و اوفو بعهد الله، شما وفا کنی به پیمان الله. کدام پیمانه؟ اذا عهدتم، وقتی که شما پیمان بسته میکنی. ما با پیمان به الله بستیم زمانی که اقرار اعتراف به کلمه کردیم لا اله الا الله محمد رسول الله، بس با الله پیمان بستیم که تمام اموری که الله ما را امر میکنه بالکل پابند هستیم. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، شما میده نکنی قسما را پس از محکم کردن امو قسما. چرا؟ قسم که محکم میشه به نام الله، به گرفتن نام الله محکم میشه. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، حال است که الله شما گردانیده دمی پیمانایتان نام الله را علیکم بالای خود کفیلا، گواه گردانیده. چیسته؟ کفیل جور کده که بله الله آگاست که من پابندی ای امر میکنم، یعنی از قلب شما اینمی کار که تعهد بستی ای را در سر میرسانی. مسئله تعهد الله علی سری از زمین تکیه میکنه، گپی خدا اشاره به چی میکنه؟ تعهدات اولین رابطه یا رسپانی است که انسان قطع از او بسته میشه. بستگی تا با امرای الله توسط اینمی پیمان میکنی و بستگی تا با مخلوق الله توسط پیمان است. تمام زندگی انسانی مبنا و اساسش اینمی احترام متقابل و یا چی است؟ لازم کردن اموری که از طرف دیگه سری تو لازم میشه و تو التزامش میکنیم میپذیری. کل برنامه زندگی انسانی استوار به اینمی گپاست که هر کس احترام قول دیگر را داشته باشه و به اقرار خود پابند باشه. نظام زندگی دنیا به اینمی استوار است. اگر یک شاگرد در مکتب داخله میگیره و او صاحب مکتب، آل مکتبای خصوصی است، او صاحب مکتب مصرف گزاف سر یک تعمیر میکنه یا کرا میگیره یا جور کدشه و خیلی معاش بلند به استاذا قائل میشه، همه وسایل تدریسی را برابر میکنه. اگر تو تعهد نداشته باشی او مردکه این مصرف کرده نمیتونه. خود تو شاگرد تعهد کردی که ما امرای تو دینمی مرکزی تعلیمی درس میخوانم با مدت 1 سال، اینمی تعهد است. اگر این تعهد نباشه او مردکه خسارمند میشه. تو نروی قطش درس نخوانی او دیگه اینقدر خساره را کرده. اینی تعهدات است. اینی تعهدات در بین شاگرد و استاد، اداره مکتب و مردم، در بین حکومت و رعیت، در بین ملا امام و مقتدیا، کلی نمی تمام امی معاملاتی که ما و شما در زندگی خود پیش میبریم کلش استوار بینمی تعهدات است. اگر این تعهدات نباشه کلگی خسارمند میشه. تا مادامی که اینمی تعهدات مورد تعمیل قرار میگیره، مردم برش ملتزم است و یقینا پابندی از این را میکنه، شما میبینی که امن بجای است، اعتماد بجای است، همه معاملات بر هم نمیخوره. زمانی که دیگه کمی خلل پیدا میشه میبینی که پراگندگی به وجود میاد. دنیای کفر که امروز یک کمی در حالت پیشرفت است، نظم در جامعهشون حکم فرماست، به خاطر چیست؟ التزام به تعهدات.
تعهدات خود التزام میکنه. قانون خودشان جور کرده، سری خود لازم کرده که ما مطابق از عمل میکنیم، عمل میکنه. مطابق از عمل میکنه، از او خاطر نظمشان برقرار است. مسلمان ها با وصف که تاکیدات از جانب الله متعال است، اما تعهدات خود عمل نمیکنه. ادناترین خلالی که پیدا شود در قصه تعهد معهد نیست. قسمم خورده، تعهدم خورده، اول پاچایی در روزی که قرآن بالا میکنه در دست چی میگه؟ مجلس حلف وفاداری. حلف وفاداری است یا نه؟ الله را شاهد میگردانه که من این ادناترین خیانت به این ملت و به این دولت نمیکنم و این کلام الله را مطابق دستورات قرآن من عمل میکنم. اول میده کردن پیمان از کجا شروع میکنه؟ آلی پشتی سر قرآنی و وضاحت ها را برای ما میده که چرا میده میشه باز پیمان چرا میده میشه؟ به خاطر که اونجا یک مصلحت است، اونجا مصلحت است، اونجا مصلحت است. امروز مصلحت امیر ایجاب کرده قاتل قصاص نشوه، زناکار سنگسار نشوه، دزد دستش بریده نشوه، بگه شرابخور دوره زده نشوه، حد قذف جاری نشوه. به خاطر چی؟ مصلحت دیگران. قرآن این گپا را کلش براتون واضح میکنه یکه قرآن بخونه باز بعد از اون معلوم میشه که تعهدات چرا میده میشه، وجهش چی است، اسباب نقض عهد کدام میباشه. یا منفعت شخصی در خطر میشه، در قصه تعهد نیستی. منفعت مادی دنیا یا لحاظداری کسی دیگری یا خوف از کدام طایفه، این سبب میشه که تو پابند تعهدات خود باقی نمیمانی. و تعهدات اولین امری است که انسان پابند برای چیست؟ زندگی خود میسازه. بزرگترین تعهد با الله متعال است که ما توسط نظام اسلام کردیم. پس وقتی ما پابندی با اینمی تعهدات خود نکنیم، از دیگران چی گیل است؟ ما خود تعهد کردیم، عقیده به آخرت هم داریم، میفهمیم هم که الله متعال کل اعمال ما رو نوشتن میکنه، در روز قیامت پیش الله هم پیش میشیم. اما همین تعهدات ما خودی ما چی میکنیم؟ میشکنیم. یکی به دیگه خیانت، یکی به دیگه دزد، یکی به دیگه بی‌اعتماد، کلی گپا از ما پیدا میشه. خیر امن از کجا بیا؟ اتکا به دنیای کفر کرده رو ایستیم، در بین خود ما مسلمانان تعهد نداریم. در کعبه هم رفتن، در کعبه، در داخل کعبه هم، در او خانه که قطعا باید تصور نشوه مخالفتش نشوه، همین رهبرای مجاهدینتان اونجا هم تعهد کردن، اما اینجا که آمدن نه خانه ماند نه مردم ماند، زدن کشتن. چقدر کشته داده؟ در جنگ متقابل روز خیلی مردم کشته شده. در تنظیم جنگی در کدامش؟ در تنظیم جنگی تا امروز که آتش نفاق برافروخته شده از زمین ناحیه است که مسئله سمت، تنظیم، نجات، مذهب کلش پیش کرده و مردم پاش کرده. یکی با دیگه جمع شده نمیتونه. دو برادر یکی بالای دیگه خود اعتماد نداره، یکیش در یک مفکور است، یکیش در دیگه مفکور است. دون سرحت رسیده. علتش چیست؟ علتش عدم پابندی به تعهد. اگر ما یقینا تعهد کردیم که اسلام پذیرفتیم، مطابق اسلام قدم میگذاریم. اگر فیصله در مقابل پدر ما باشه، پدر ما خیانت کرده، جنایت سرش ثابت است، اقرار اعتراف میکنیم بله خواهد است در نفس خودی. اسلام به اسلام تو تعهد بسته ای، اما این روزو گپ نیست. افراد خود چی ملک معرفی میکنیم؟ نه. پیغمبر معرفی میکنیم؟ به خاطر منطقه، به خاطر زبان، به خاطر سم، هر کدام، هر طایفه. اسلام کجا رفته؟ اسلام در کجاست؟ کدام تعهدات ما عمل کردیم؟ امروز همون طور است. دولتی ما همین تعهدات خود عمل نکرده، پارلمانی ما عمل نکرده، محکمه ما عمل نکرده. تعهد میکنه من ادنا خیانت نمیکنم. خو خیانت نیست؟ در فاتحه‌گیری روان هستی، وظیفه تمام دی، وظیفه فرض است، فاتحه‌گیری بدعت. در بدعت میری، فرض ترک میکنی. کدام تعهد است؟ بگو. نیست. ما اسلام تعهد با اسلام چه رقم میگه؟ اگر مطابق طبیعت ما بود عمل سرش میکنیم، اگر نبود در قصه تعهد معهد نیستیم. الله متعال امت اسلامی را این امر میکنه و اوفو بعهد الله، شما وفا بکنید به تعهداتی که به تعهدات الله متعال که به امرای الله تعهد بسته. به امرای الله تعهد بستیم که یا الله ما نظام تو را تسلیم شدیم، تابع نظام تو استیم، فقط و فقط تو را الله و رب خود قائل شدیم، اما پورا کردیم. وقتی را گفتیم نماز 5 وقت سر ما فرض است، 30 تعهد است با امر الله، با وجه درستش ادا کردن، در وقتش ادا کردن، اما نمیکنیم. اونجا که کاری دنیا پیدا شد، نماز چیست؟
و دیگر روز یک نفر برم زنگ مولوی صاحب یک کار خیلی بند شدم نماز از پیشم ماند. کدام کار بود که تو بند شدی که نماز از پیشت مانده؟ کدام کار خیلی ضرور از نماز است؟ خب اینطور بگو که دکانداری سودا خیلی رشت زیاد بود، فایده دنیا برام زیاد بود. میگم خب برو پسان باز میخوانم نماز. امتحان الله ده میتور موقع می باشه. چرا اینطور میکنی؟ اذا عاهدتم زمانی که تعهد بستی ولا تنقضوا الایمان شما میده نکنی قسمایتان بعد توکیدها پس از محکم کردن قسمات توسط گرفتن نام الله و قد جعلتم الله علیکم کفیلا یقینا شما گردانید نام الله را گواه سری خود. الله را سری خود گواه کرده که بله من اینمی معامله را در سر میرسانم. ان الله یعلم ما تفعلون الله میداند تمام آن چیزی که شما انجام میده. پس کل تعهداتتان الله زیر مراقبت میگیره که تو چی میکنی. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها نشوی به مثل او زنی که به خاطری که در بیرون تمثیل کنه که تعهد میده کردن چقدر زشت گپ است. تعهدات التزام کردن سبب رشد جامعه میشه، اعتماد قوی میشه. مردم یکی بالای دیگه مکمل معتمد است کل معاملات خدا. من اینیالی نیازمند یک این موبایل هستم پیسه پیشم نیست، لیکن چون که اعتماد دارم دکاندار برام موبایل عرضه میکنه. زمانی که اعتماد از بین رفت باز دیگه معامله بجای مانده. چرا؟ امیالی تو پول نداری، ضرورت به موبایل خیلی زیاد داری، کس برات نمیده. که نمیده مجبور استی از یک راه غیر مشروعی کار پیش ببری، موبایل بخری یا دزدی کنی یا قمار بزنی یا از مردم به سود پیسه بگیری و ایره بگیری. امروز که دنیا تلاش داره که مردم فقیر بسازه به خاطر که دست داده بانکای سودی بندازه. چقدر مردم قرضه گرفت از بانکای سودی امیالی. این کارا رو میکنه. علتش چیست؟ علتش نه پابندی کردن به تعهد خود. اگر من سرمایه‌دار هستم پیسه دارم، تو همسایم هستی، غریبام هستی، توی هم داری یا مصیبت برات رسیده او امی پیسه را در بانک میمانم در یک جای ماندم هیچ کارم سر نیاز به کارم ندارم، چرا بری تو ندم که ثواب میخوام شوه. خب لیکن اعتماد از بین رفته نمیده برات. اعتماد از بین رفته. دیدی که فساد عدم اعتماد در کجا رسیده؟ اعتماد از بین رفته که با برادری مسلمانی تو جور نمیری، امریکا را محکم گرفتی که اینجا باش. اینی فساد بی اعتمادی است. دیدی که تعهدات عمل نمیشه. اینی طور است. الله رحم بکنه. الله لی تمثیل میکنه. یک زن بود رایته نام داشت، او در اونجا جمع میکرد چی را کنیزای خود باز کلی از پشم چی را میبافتن، پسان باز پس اله کرده روی بودن. ایرا حمقا میگفتن، بسیار زن احمق و کلگی مشهور بود. چرا؟ یک عمل چقدر به محنت میبافی تا بگوره باز بگو کلیش پس چی کن؟ از این که احمق دیگه کیسته که کل عمری تام ضایع میکنی، وقتی تام ضایع میکنی و باز برای کدام هدفی که او را بافته بازم او را نمیمانی پس به ایران میکنی. الله متعال میگه که او مردم قسم میده کردن، تعهد میده کردن مثل عمل اینمی زن است. چرا؟ توسط تعهداتتان، التزام تعهدات شما جامعه محکم میشه، بسته میشه یکی با دیگر، نصرت و تعاون در بینتان پیدا میشه، فضای اعتماد قوی میشه. اما زمانی که تعهد میده کردی مثل که خودت محکم کردی یک دفعه یک شه، بعد از او چی کردی؟ اعلام کردی، بعد از او اعتماد سلب میشه، برو بخیر دیگه.